سال 51 یا 50 مدرسه علوی با هم بودیم. البته مدرسه علوی منو 2 سال بیشتر تحمل نکرد و بیرون کرد و ایشون اونجا دیپلمش گرفت. دلایلش برمیگرده به اینکه شناخت پیدا کنیم از مدرسه علوی. بنده از صمیم قلب و جدی میگم که به نتیجه گیری های هیچ سیاستمداری اشکال نداره. من ربطی نداره که شما پسندیدی که اون کسی که در حسره ازش طرفداری کنی یا اون کسی که، ولی من به مسیرهایی که طی کردیم هر کدوم از ما و علیرغم اون رابطه های عاطفی در دو جهت کاملا متضاد داریم تو عرصه سیاست، به اونا کار دارم. در همین رابطه 4 تا سوال میپرسم، 5 تا سوال میپرسم. آقای دکتر، برادر عزیزم، دوست قدیمی من، شما قانون را و نظر مراجع قانون باید با من باشید. آقا ول کن برادر، شما خدمتاتون رو بعد از جلسه بود. شما قانون را و نظر مراجع قانونی را، برای مثال در حیطه وظایف خود شما پزشکی قانونی را قبول دارید یا خیر؟ مثلا اگر پزشکی قانونی نظر داد که مهسا خودش مرده، چرا قبول نمی‌کنید؟ به ما بگو، ما مثل بشیم دیگه. بالاخره یه حکمی میخواد آقا سر. رئیس جمهور هم قبول نمی‌کنه. این سوال جدیه. به من ربطی نداره. تو طرفدار مهسا باش، تو طرفدار میر حسین باش، یا خاطر اصلا این ربطی من نداره. این مسیر چه مسیری تو میری؟ آقای محمد رضای ظفرقندی اخیراً در فضای مجازی یک جوسازی که نمیدونم شما هم اظهار نظر کردی یا نه، معین اظهار نظر کرده، دیگران همه دوستانی که سابقه داریم با هم، که پزشکان دارن خودشونو میکشن. والا خودکشی میکنن. این آخری دیدم معین منصفانه، یعنی یه تیکه هم اشاره کرده بود که دلایل این خودکشی ها غیر از مقصر بودن نظام، شکست در روابط عاطفی هم هست. چقدر قبول داری؟ اینا رو دیدی آمارش داری یا نه؟ اکثرشون دخترن. چرا؟ در بیمارستانها با عاطفه و عواطف این دخترها چه میکنن؟ پزشکانی که اینها رو برده تلقی میکنن. آقا هنوز تموم نشد. ما این سال دوم. آقا این وقت در این مورد شما چه تحلیل داری واقعا؟ فکر کنی نظام مقصره چون اینا رو میفرسته تا 4 ساله خودشونو میکشن؟ پولشون کمه؟ سوال سوم، معاون اجرایی آقای رئیس جمهور همکار شما و پزشک فرمودن که چشم بسیاری، عین جمله است، چشم بسیاری از مردم و جوانان و زنان در آشوب‌های 1401 به خاطر استفاده نیروهای انتظامی از سلاح‌های ساچمه‌ای تخلیه شد. شما به عنوان پزشکی که رئیس دانشگاه بودی، رئیس نظام پزشکی بودی و هنوزم ارتباط داری با این دوستان، چند تا چشم سراغ داری تخلیه شدن؟ به ما او 5 2 10. ببینیم بسیار یعنی چی؟ بسیاری از دانش آموزان میگی وقتی با شما صحبت میکنن میگن میخوام بریم. این بسیاری آمار تو تاکسی و بقالیه. چند درصد؟ چند درصد از اینا علل و انگیزشون اقتصادیه؟ چند درصد از اینا سیاسیه؟ چند درصد اینا فرهنگیه؟ چند درصدشون به واسطه القاءات سیاسیونی که همه چیز رو سیاه جلوه میدن؟ میگن دختران پزشک، نمیگن دختران، میگن پزشکان. بنده رفتم در آوردم میبینم که 18 نفر که حالا 18 تا چقدر واسه 18 تاش دختر یکیش پسره. چرا اینو خودشونو کشتن؟ 2 تاشونو سراغ دارم آشناهاشونو، میگن فلان پزشک این رو سرش شیره مانده رهاش کرده، منم باشم خودم میکشم. چرا اینا رو؟ شرافت پزشکی کجاست؟ همش تقصیر خامنه ایه. میخوام یه بار این استخوان‌لای زخمو دراریم دیگه. خودت گفتی یه بار دراریم. به هیچ نتیجه تو هم کار ندارم، به این روشا کار دارم. من اجازه بدید خواهش کنم، اگر عرضم به حضور شما میبینم که یکی چیزی میگه من برنده قطعی بودم، بعد ما به جوان‌ها القا میکنیم تقلب شد. خب معلومه جوان میگه من برم تو مملکت. چقدر از اینایی که میرن. نکته آخر، چند درصد از اینا وقتی میبینن پسر فلان کس باباش سفارشش میکنه، طرف دکترا داره، مهندس، کلی درس، خود من تو درس خوندیم به اینجا رسیدیم، بعد این میبینه کلی درس خونده و زحمت کشیده،
هیچ جا بهش یه جایگاه دربونی هم نمیدن. او میگه من به وزیر نفت گفتم به پسر من یه شغلی بده که به درسش هم صدمه نخوره. چند درصد جوونا به خاطر این رفتار میرن؟ چند درصد جوونا به خاطر اینکه میبینن در دولت آقای خاتمی، پزشکیان گفت من نمیگم، میبینن در دولت آقای خاتمی به وزرا 10 هکتار به اضافه یه خونه داده میشه میرن. اینا رو واقعا به ما جواب بده تا ما دوباره با هم دیگه ما دلمون یا از این متدین‌تر و انقلابی‌تر، از فرجی دانا متدین‌تر، از توفیقی متدین‌تر من سراغ ندارم. ولی هر موقع میگم رفقا جوابای منو بدید ما جواب